چیز میتی برادری همین امانت همین نگاه که 1 ساعت پس من میگیرم الکی خیانت میکند. هیچ وقت مالی برادری مسلمان تون خیانت نکنه. خیانت در مال مسلمان، خیانت در جان مسلمانه. خیانت در مال مسلمان، خیانت در خون مسلمانه. خیانت در زن فرزند یک مسلمان، خیانت در خانه و در مسلمانه. بیایید اصلاح شویم برادرای عزیز. بیایید حلیم شویم، بیایید تسلیم الله شویم. بیایید پیشگاه پروردگار توبه بکنیم از کارهای بدی که خودمان میدانیم کاری بد کردیم. هر کاری بده که میکنی خودت معلومه چه کارت بده. نیت میکنی یک کاری بدی را بکن، نکنی اگر یک ثواب میگیری. یک کاری بدی را میکنی همه نیت چکنی حاضر میخواد یک باید این برادر که یار محمد باید یک گپ یک قبیح بزنی. همه تا پیش آمدن استغفار بکن، بگو پروردگار مرا بگردان اهمی که من اردک ناراحت نکنم. همین که گشتی الکی خدای ثواب میتیم. نکی وقتی رفتی از زخم زبان نشش زدی در گناهات یک گناه نوشته میشه. لیکن اگر یک عمل خوب گفتی کردی، یا گفتی من میرم یک خدمت که یار محمد میکنم، خدمت حاجی یا خدمت فلانی را میکنم، یک کاری خوب نسبت یک بنده خدا میکنم، میدونی تا رفتن 10 حسنات خدا دادن میگیره. ان الحسنات یذهبن السیئات. کارهای خوبتان کارهای بدتان از بین میبرد. حضرت مولا میگه گر شراب و بنگ خوردی توبه کن الله بگو. یا ما شراب خوردی، بنگ زدی، ناس کشیدی، سیگار کشیدی، احمق بودی، بدبخت بودی، خدا زده بودی، توبه کن مردک بیدار شو. گر شراب و بنگ خوردی توبه کن الله بگو. بنده را پیش خدا از توبه کردن ننگ نیست، آر نیست، شرمندگی نیست، عیب نیست که بنده گو که خدایا توبه کردم. این ننگ نیست. ننگ آر این است که توبه نکنی، به توبه بمری. این است. پیامبر صلی الله علیه و آله گفتن یا بنده که گناه کنه بعد گناه کردن مهم نیست، گناه همه میکنه برادر عزیز. هیچ کس نیست که در دنیا بگه من بیگناهم. نه، انسان معصوم از گناه نیست برادر عزیز. نمیتونیم بیگناه زندگی کردن. گناه بکن، لیکن پس گناه توبه بکن. گناه کردی توبهش فراموش کردی به دفتر کتابت میشود. وقتی گناه در دفتر اعمال کتابت شد توبه نشد از پشتش، او را دو چیز از بین میبرد. یا که علاوه دوزخ میسوزد، خاکسترت میکنه، میشکه و میمالت به این گناه از بین برود، یا ای که شبها ساعت 2-3 شب میخیز گریه میکنی، زاره میکنی خدا را که خدایا گناه کردم، گناه ما ببخش. یا آبی دیده ای را میشه تازش میکنه علاوه دوزخ. تا اوج زمانی که پیش علاوه دوزخ برای حرکت کن که نسوزم بدن خطا. حرکت کن، توبه کن، اصلاح کن، انشالله خدا توبه پذیره. خدا توبه ایت را قبول میکنه. این درگاه ما درگاه ناامیدی نیست. 100 بار اگر توبه شکستی باز بیا بنده خدا، توبه کردی و گناه کردی، توبه کردی گناه کردی، خلقتم بنده نامردی اکو، نامردی را کردی اکو، بیا 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 بازم ناامید نشو. بیا پیش خدا، خدا گناه تو میبخشه. خدای رحمان است، خدای رحیم است، خدای کریم است، خدایی که از پدر و مادرت بالاتر است، خدایی که از پدر و مادرت مهربانتر است. ببین قدر جنایت کردی، 60 سال 70 سال 80 سال، والله 1 ساعت پیش از مرگ بیا توبه که خدا میگه میبخشم گناه تا. من بخیل نیستم رنگی تو باری، میبخشم گناه تا. چرا تکبر میکنی؟ توبه نمیکنی. گناه کردی شیطان با وسوسه میکنه، نمیمونه تا که توبه کنی. شیطان وسوسه کر گناه کردی، با شیطان وسوسه میکنه توبه کنی نمیمونه. توبه تواضع بنده را نشان میدهد. توبه کردن کبر از بین میبرد. یعنی انسان بسیار توبه کنه برادر عزیز. همه من رسول الله پیغمبر بود، خدا گناه اول آخرش اعلان کرد بخشیدگی بود، هر روز 100 بار 70 بار استغفار میکرد. استغفر الله العظیم، استغفر الله. هر روز 100 مرتبه استغفار میکرد. عایشه مادر من گفتن یا رسول الله خدا گناه اول آخر تا بخشیدگی، چرا اینقدر استغفار، چرا اینقدر عبادت، چرا اینقدر تسبیح و تحلیل و تکبیر، برای چی است؟ پیغمبر صلی الله علیه و آله گفتن افلا اکون عبدا شکور. راست میگه عایشه، اگر چه خدا گناه اول آخر من که بخشیدگی باشه، آخی نان خدا را خورسادیم، آب خدا را نوشیدیم، شکر اینا کی به جا بیاره؟ اکسیژن به پول نفس کش سادی، پولی را کی میتیاد؟ در حالت کرونا ویروس یک بای در انگلیس فرانسه عمری 70-80 ساله مردک بسیار میلیونر بوده است، بعد کرونا ویروس میشه، نفس تنگی کران میگیره، به میان دکتر کسلرادش میمونن. کسلراد او قیمت های
نفس صنعی. یک بالونش نمیدونم چند یورو بوده است در همون مملکت های خارجی بای ها. با میگه وقتی که 10 روز 12 روز میمونن همین لیچنش تمام میشه، کرنوس میبروننش، یعنی چند هزار یوروش میگیرن، 5000 6000 10000 یوروش میگیرن. بعد گریه میکنه این مردک، میلیونر گریه میکنه برای 5000 یورو. نه، برای 5000 یورو گریه نکرد. دخترها تعجبش میگن که ما خیلی مهنت کردیم، آخه جان تا خریدیم، این 5000 10000 یورو برای تو چه گریه میکنی؟ میگه نه برادرها، ما برای 5000 10000 یورو گریه نکردم، برای گریه کردم که شما در 10 12 روزی که من 5 10 کیسلرا داده 5000 یورو ما گرفته ایستاده. من پیش خدا خود بسیار مایوس میکنم که 70 سال خداوند مرا اکسیژن بی پول داد، اگر او بگه پول بده چیکار میکنم؟ پولی و اکسیژن او را کی میتیه؟ شما برای 12 روز 5000 یورو ما گرفته، نفس سمعی داده. این خدا که 70 سال من اکسیژن داده پولی را کی میتیه؟ چند پول بده میشه؟ دیدی؟ بنابراین هر چیزی که در زندگی از نعمت خدا داره با کمی خدا قناعت کن، با بسیاری خدا شکر کن، انشالله بالا میره. لیکن اگر با کم قناعت نکردی، بسیار شکر نکردی، چپه میشی. خداوند تبارک و تعالی را دعا میکنیم که خدا همه ما را به طرف اهدنا الصراط المستقیم هدایت کنه. خدا همه امت اسلام، همه بنده های خدا را به طرف راه راست هدایت کنه. راهی که در اون راه برکت باشد، راهی که در اون راه دین باشد، شریعت باشد. الهی ما را با دین و شریعتمون، با قرآنمون، با ایمانمون زندگی ما مزین بگردان. پروردگار زندگی خوب قرآنی برای ما نصیب کن، برای همه امت اسلام، برای زن و فرزندانمان، برای اهل بیت و خاندان خدا اسلام نصیب بگردان، ایمان کامل نصیب بگردان، برکت ایمان، برکت قرآن، برکت دین خدا بر ما نصیب بگردان. پروردگار برادرایی که در این محفل دست عاجز خود را به سوی تو برداشتن، من نمیدانم در قلب‌های اینا چه چیز پنهان است که قلب کان اسرار است. الهی از قلب‌های همه ما تو با خبر هستی، لیکن امین هستم که همه ما از تو ایمان طلب داریم. الهی بر ما ایمان نصیب بگردان. پروردگار اون روزی که جان را مثل عیسی از بدن ما بیرون میکنی، پروردگار در همه حالت به حال ما مهربان باش. پروردگار در اون حالت نگذار که ابلیس ملعون بر ما نزدیک بشود، خلل در ایمان ما وارد بکند. پروردگار اون حالتی که حرارت جان دادن ما را ناراحت میکند، با دست شیرین لذیذ پیغمبر بزرگوارت از حوض کوثر لبامون سراب کن تا در آمدن جنت تشنگی را حس ننماییم. ای مهربان ترین مهربان ها، خداوند خیر احسانی که برادر عزیز ما کرده است، به خاطر رضای تو کرده است، به خاطر خوشنودی تو کرده است. پروردگار فیض و برکاتت را در این خاندان و در این محله نازل بگردان. پروردگار گذشتگانش را رحمت کن، از جمله پدرها، مادرها، باباها، بیبیها، خسرا، خوشنامنا که امید دعا دارن از این خاندان، از این فرزندا، خدا همگیشون رحمت بگردان. 7 پشتی گذشتهشون خدا رحمت کن. برکت در عمر و کسب و کار بچه ها خدا نصیب بگردان. برکت در عمر و زندگیشان نصیب بگردان. خدا همه اهل خاندان را پایبند احکام دین و شریعت بگردان، براه اهدنا الصراط المستقیم بگردان. اللهم انی اسالک العفو والعافیه والمعافات في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العوف بركة في العمر وزيادة في الرزق وصحة في البدن وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت وخلاص عن النار ودخولا في الجنة برحمتك. السلام.